میخوایم ثابت کنیم که بازسازی یه ماشین قدیمی از خریدن یه ماشین صفر خیلی منطقی تره. الان که کارهای صافکاری و کمپلت رنگ 450,000 تومانی اون تموم شده، وقت این رسیده که یه سری از وسایلی که از رو ماشین باز شدن رو دوباره نصبشون کنیم و یه سری دیگه‌شون هم نو کنیم، مثل زهای امای 16 مون یا رودریای داخل اتاق و یه خیلی لوازم که برای ماشین خریدیم. اول از رودریا شروع کردیم که یه آبی هم روشون گرفتیم و اونقدرم تمیز نشدن، ولی تو محل صفر شویی از خجالتشون در میاد. قبل اینکه شروع کنیم به بستنشون، اول 4 تا عایق رودری زدیم به درا که کارشون صداگیریه و اتاق خیلی بی سر صدا تر میکنه. بعد رودریای ماشین رو نصب کردیم و رفتیم سراغ قفل و دستگیره ها. یکی از پمپ‌های درم ضعیف کار میکرد که اونم نو کردیم. آینه ماشینم یه طرف رو از قبل نو گرفته بودیم، یه طرف دیگه‌ش هم نو انداختیم. آخرش جمع کل خرجای چیزایی که امروز گرفتیم هم بهتون میگم. چراغ جلوهای قدیمی هم درآوردیم و یه دست چراغ جدید به همراه 2 تا راهنمای چپ و راست نو و ابروهای سفید همرنگ ماشین انداختیم براش. چراغای عقبم چون از قبل نقاشی نو کرده بودیم، فقط لامپاشو عوض کردیم. و دیگه نوبت تکمیل کردن زهای امای 16 مونه که کل این لوازم و کیت بدنه ماشین و تمام چیزایی که تعویض یا نصب کردیم برامون آقا نادر انجام دادن. و جمع کل خرجای امروز هم براتون تو کپشن نوشتم. در نهایت هم قراره وقتی کارای ماشین تموم شد و قیمت 60000 تومان بدیمش به یکی از فالوورامون. تو هم اگه دوست داری صاحب این ماشین باشی، حتما لایک و فالو یادت نره.